به نام خداوند جان و خرد. در زمانهای دور سرزمین ایران زیباترین و پاکترین زمین زمانه بود. رستم دستان پهلوان دلیر ایران هموار مردمان را از گزند اهریمن دور می‌دهد. در یکی از سفرهایش رستم به سمنگان می رود. تهمینه شاهزاده زیبای سمنگان که در تمنای رستم می سوخت عشق خود را به او ابراز می کند و از رستم می خواهد که در سمنگان بماند. رستم که عاشق ایران و مردمش بود نپذیرفت، اما تهمینه که همچون رستم مرد دیگری را نمی دید از رستم خواست که با او ازدواج کند، حتی اگر جدایی سرنوشتشان باشد. پس از بازگشت رستم به ایران تهمینه پسری به دنیا آورد همچون خود رستم. اما افراسیاب پادشاه اهریمنی توران شاه فرتوت سمنگان را شکست داد و لشکرشان را به فرمان خود آورد. تهمینه برای حفظ جان کودک خود هویت پدرش رستم را از همه حتی خود سهراب مخفی کرد. سپاهیان توران و سمنگان با ایران درگیر جنگ‌های خونین شدند، اما ایران با پهلوانی رستم و استواری مردمان دلاورش همواره سرافراز باقی ماند. جنگ سالها ادامه یافت. سهراب اکنون جوانی پرقدرت در پی یافتن پدر سرانجام حقیقت را از مادرش دریافت و بیدرنگ برای دیدن رستم خود را برای رفتن به ایران آماده کرد. اما این خبر از افراسیاب دور نماند. پسر رستم؟ سهراب نباید به رستم برسد. اگر این دو با هم شوند کار ما تمام است. اما اگر سهراب به ایران حمله کند رستم حتما به مقابله خواهد آمد. سهراب نباید پدرش را بشناسد. اگر این دو با هم بجنگند یکیشان دیگری را خواهد کشت. لشکری ببر و به سهراب بپیوند. سهراب با لشکری گران به ایران روانه شد، اما لشکر او به نقشه پلید افراسیاب به ایرانیان حمله کردند. سپاه ایران به سرلشکری رستم با شتاب برای کمک آمدند. سهراب به امید دیدن رستم به سوی آنها تاخت. رستم، به خانه ما حمله می کنی؟ و حالا جرأت صدا کردن رستم رو می کنی؟ من اگر رستم بودم که صورت تو اکنون روی خاک بود. من آمدم که به تو بگم که برای مبارزه با تو رستمی لازم نیست. ما همه رستمی. و بدین گونه پدر و پسر ناشناخته به نبرد پرداختند. جنگ این دو پهلوان ساعتها ادامه داشت. کجا می روی؟ برگرد. منم سهراب پسر رستم. سهراب پسر رستم؟ چه جوان مردی، چه دلاوری. با خودم میگفتم ای کاش
پسر من چون تو شود. چه زودا که آرزوی من برآورده شد که منم رستم پدرت. پدر؟ این همه از اسم تو پرسیدم، چرا؟ خدایا این چه سرنوشتیست؟ سالها به دوری تو سپری کردم و در امید دیدنت به دنبال تو به ایران آمدم تا خون تو بر روی دستهای من. این بود سرنوشت من؟ این بود سرنوشت تو؟ ما همه به ابدیت می پیوندیم، برخی ها در زندگی و باقی در مرگ. چشمت رو باز کن، زندگی یک رویاست. بیدار شو و زیبای حقیقت رو ببین. مرگ پایان راه نیست فرزند، مرگ تنها یک شروع دیگری است. تو امروز رستم را نکشتی، آنکه امروز کشته خواهد شد اهریمن درون توست. تو زین پس خود رستمی. تو لباس رستم را برای مردمان به تن کن. مردمان را در نیکی و پاکی یار باش. پروردگار پشت پناه توست که اوست تنها حقیقت کامل، که اوست تنها راستی وجود. نمیرم از این پس که من زنده ام.